در جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش 1700 عدد خواجگی‌های دهقانی فعالیت می‌نمایند. خواجگی دهقانی سفر غیور که سربریش را فیض‌الله سفر را به عهده دارد، در میدان 64 هکتار زمین کشت گندم، کارتوش، کباغ و دیگر محصولات اولیه را برآمدند. سالی روان خواجگی مذکور از عهده نقشه پخته‌سپاری با سربلندی برآمدند. عین زمان سهامداران خواجگی به کشت تیره‌ماهی کارتوشکا آغاز نمودند. مهندس زمینسازی جماعت مذکور ابراز داشتند که سالی روان زحمتکشان جماعت در همه سمت‌های خواجگیداری موفقیت‌های نظررس را نائل شدند. از یک زمین تا 3 حاصل به دست آوردن موفقیت در سمت کشاورزی میباشد. در خواجگی دهقانی فتیدین کشت گلکرم علاقه به انجام رسیده است و خواجگیداران نیت دارند که در باقی مانده زمین‌های خواجگی کشت کارتوشکا را عملی سازند. تای 30 گکتار کارتوشکا کار گیریم که کار اولی دوام دارد تو امیر حرکت میکنیم که همین ماه دکبر تا آخر دکبر به انجام برسونیم کشتی کارتوشکا را. با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت، عاید زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی و از یک زمین گرفتن 2 و 3 حاصل طبق دستور و سپارش رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده در جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش سمینار مشورت دایر گردید که در کار سمینار معاون رئیس ناحیه، سرکشاورز، رئیسان خواجگی‌های دهقانی و فعالان اشتراک داشتند. هدف از برگزاری سمینار مذکور این پیش از همه بلند برداشتن استحصال زراعت‌های کشاورزی و با این وسیله تامین نمودن امنیت عضوقواری و مردم را با محصولات وطنی تامین نمودن می باشد. در 1 هکتار زمین کارتوشکای ما 60,000 نهال باید باشد. در حالتی که ما 30 تا 60 گرم ولی ما توصیه میتن حاضر حالت زنده شنوندن در کار. برای حاصل خوب به دست آوردن اگروتکنیک را رعایت کردن در کار. زمین با کشت آماده میکنیم. کارتوشکا را وقتی که ما آغاز کردیم باید در همین شب و روز ای 15 تا 20 سانتی متر باید تگی خاک داشته باشد. فسفر همین را در قد جویک میچوشیم. بعد ای بالای کارتوشکا را مونده تگی خاک میکنیم، ای بالای با پرو میریزیم. سمینار مشورت در خواجگی دهقانی سفر غیور برگزار گردید. ضمن سمینار آموزشی معاون رئیس ناحیه تاکید بر آن داشتند که در وقت گذرانیدن کشت زراعت‌های کشاورزی از جمله کارتوشکا باید خواجگیداران برای گرفتن حاصل بلند آن از تخم‌های سرحاصل منطقه باب استفاده برده در پرورش آن باید عامل‌های اگروتکنیکی را موافق مطلب برآورند. هدف اساسی بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی این پیش از همه نائل گشتن با یکی از هدف‌های دولت و حکومت تامین امنیت عضوقواری کشور می باشد. وقتی که کارتوشکا برآمد همین حالت کارتوشکا را اگه نگاه کردن در کار، چوبک کردن در کار، با عضوقه دادن در کار، نمیرد همه وقت نگاه کردن در کار. کارتوشکا گرمی را دوست نمی‌دارد. تا 25 گرادوس تا باور تمپراتور 25 گرادوس که بالا کشید کارتوشکای ما افزایش دیگه نمی‌بیاید. باید ما دهقانا حرکت کنیم که امنیت عضوقواری دولت غنی بگردانیم، در سخن مردم سیر پر کنیم. برای همین توصیه میتونم با دهقانا که حالت اپتیمالی همین کشت کارتوشکا آمادگی هوا را این بود هوا را استفاده برده کشت کارتوشکا را گذراندن در کار. برای ماندن کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی یکی از عامل‌های از یک زمین گرفتن 2 و 3 حاصل میباشد. از این راه خواجگیداران را لازم است که هر یک قطعه زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برند تا که در پیشرفت زندگیشان مساعدت نماید. در سمینار گفته شد که خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی تاجیک‌آباد امسال در استحصال محصولات کشاورزی موفق شدند و محصول دست مهنتکشان در 4 فصل سال بازارهای استعمالی ناحیه، ولایت و جمهوری را تامین می نماید. در سمینار که عاید کشت کارتوشکا در خواجگی سفر غیور برگزار گردید با طریق نمونوی با اشتراکداران سمینار طرز درست شنانیدن، استفاده از تخم‌های سرحاصل منطقه باب و از عامل‌های اگروتکنیکی استفاده بردن متخصصان و دهقانان پرتجربه توصیه‌های سودمند دادند. در واقع زحمت صافدلانه مهنتکشان جماعت دهاتی تاجیک‌آباد در سمت پخته‌کاری، باغداری، سبزیجات‌کاری و دیگر محصولات نیاز اولیه مردم نظررس میباشد. از صحبت با کشاورزان جماعت معلوم میگردد که در حقیقت مهنت صافدلانه بی پاداش نمیماند و زمین که انسان را میخوراند و میپوشاند باید دلگرمانه راه آورد و برای حاصل دلخواه به دست آوردن پیش از همه از عامل‌های اگروتکنیکی ثمرناک استفاده بردن لازم است. پس از همایش سمینار مشورت عاید به کشت تیره‌ماهی کارتوشکا در صحن جماعت دهاتی تاجیک‌آباد جمع آمد دایر گردید.
فعالان جماعت که از اجرای نقشه پخت سپاری با سربلندی برآمده و افتخارنامه و تحفه های مالی و پولی قدردانی شدند.